به عنوان اینکه در واقع دو ربات، چه درخواستی از مسئولین دارید؟ بیمه، مزایا، سنوات و بازنشستگی. خب بچه‌ها میتونید از این حالت خارج شید لطفا. کدوم حالت؟ همین حالت. آها این آره. واقعا؟ آره. تمام؟ راحت شدیم بابا، ما آدمیم به خدا. ما هم آدمیم بابا به خدا. جریان چی بود؟ یعنی چرا این اتفاق افتاد؟ آیا واقعا شما رو داشتن به عنوان ربات جا می‌زدن یا نه؟ فکر میکنم که ذهن مردم خیلی آماده است برای اینکه یه ربات واقعی ببینن. برای همین، وگرنه من سالهاست که اجرای پرفورمنس در نمایشگاه‌های مختلف به صورت یک ربات سیلورمن رو اجرا کردم به همراه دوستانی که میخوای حرکات داشتم. دستتو طبیعی تر کنی که سخته. یه ذره غیر واقعی همه چیه.